پیشرفت تمام جبهه‌های روزگار به علم وابسته است. عقل انسان پیوسته با یافته‌های نو را روی کار آورده، زحمت مردم را به مراتب آسان می‌کند. یعنی علم و عمل در انکشاف و رشد صنعت، کشاورزی، در گشودن سر و اسرار طبیعت و کائنات و خلق نمودن معماهای زیاد نهایت بزرگ است. مسئولین مؤسسه دولتی لیسه رقم سیومی برای خوانندگان بالیوقت شهر دوشنبه نیز با براه ماندن آزمون و چاره‌بینی‌ها و رقابت‌های ذهنی میان خوانندگان می‌کوشند تا سطح سوادناکی درجه ذهنی تعلیم گیرندگان را بلند برداشته به این وسیله همچون جوانان با معرفت و با سواد تربیت نمایند تا در پیشبرد جامعه سهم ارزشمند خود را گذارند. آزمون اینتלקتوالی ذکاوت که میان خوانندگان مؤسسه گذرانیده شد دلیل گفته‌های بالاست. مورد ذکر است که آزمون مذکور طول یک ماه در داخل مؤسسه میان خوانندگان در شکل دسته‌ای گذرانیده شد که در آن صنف‌های از 8 تا 11 شرکت نموده رقابت ذهنی نمودند و نهایتاً از میان دسته‌ها صنف‌های 11 و 9 به فینال راه یافته و این هم رقابت نمودند. آزمون از جانب مسئولین و آموزگاران مؤسسه نظاره گردیده، سوال‌ها نیز توسط تخته الکترونی پیشنهاد کرده شدند. از حاضر جوابی اشتراکداران به خوبی مشاهده گردید که به دور نهایی با تیاری پخته حاضر شده‌اند. یادآور می‌شویم که سوال‌ها از فن‌های مختلف درسی در 3 شکل سوال‌های گشوده، پوشیده و حاضر جوابی پیشنهاد گردید. بازی اینتלקتوالی ذکاوت با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت و دانش خوانندگان راه اندازی گردیده است و سال دوم است که این بازی برگزار می‌گردد. باید قید نمایم که بازی در بین خوانندگان صنف 8 تا 11 گذرانده شد و این بازی در طول 2 ماهی که گذرانده شد بسیار خوانندگان را به یک شور و شوق آورد در سمت آموزش فن‌های گوناگون. باید قید نمایم که بازی اینتלקتوالی ذکاوت از 3 دور عبارت است. دور اول سوال‌های گشوده، دور دوم سوال‌های پوشیده و قسمت سوم حاضر جوابی است که خوانندگان در این 3 دور بسیار با یک شور و شوق هنرنمایی نیروی ذهنی خودشان را میسنجند، هنرنمایی میکنند و با وجود همین گوییم که افتیدن و خستن‌ها امروز دور فینالی بازی جنبست گردید. در دور فینالی خوانندگان صنف 9 و 11 ب شرکت ورزیدند که غالبیت نصیب خوانندگان صنف 11 ب گردید. ما باوری داریم که برگزاری چنین بازی‌های اینتלקتوالی میتواند که باعث پیشروی و رشد ذهن و شعور و تفکر خوانندگان گردد. واقعا علم و دانش، معرفت و فرهنگ، عقل و ذکاوت، خیرات چراغ روشن عالم فانی است. انسان محض به وسیله آن همه گونه مشکلات را حل می نماید و برای خود در بخت و سعادت را می کوشاید. به شبهه می توان گفت که راه اندازی چنین آزمون و چاره‌بینی ها تدبیر مهم و سری وقتی بهر جلب نسل نورس به علم آموزی بوده خوانندگان را به راه درست تلقین می نمایند و به این وسیله آنان را از دست زدن به کارهای نامطلوب باز می دارد. در فرجام دسته غالب معین گردیده از جانب مسئولین لیسه با مدال و افتخارنامه ها قدرشناسی کرده شدند. یادآور می شویم که لیسه رقم سیومی پایتخت در همه آزمون و چاره‌بینی های سطح شهری و جمهوریوی فعالیتی نظر است داشته تا به امروز خوانندگانش در چندین آزمون و چاره‌بینی های زیاد به نتیجه های خوب نائل گردیده اند.